سلام خدمت همه شما عزیزان، خصوصا اهالی محترم باریکی ناهور، سرزمینی که ریشه های ما در آن نفس می کشد. بله دوستان، یک انسان از سرزمین خود دور می شود، اما هیچ وقت آن سرزمین از دل او دور نمی شود. وطن تنها چند کوه و دشت و خانه نیست. وطن خاطره است، هویت است، ریشه است و بخشی از وجود ما که تا آخرین لحظه زندگی با او میماند. باریکی ناهور برای ما و شما فقط نام یک قریه نیست، تمام دنیای کودکی و نوجوانی ماست. سرزمینی که نخستین گام‌های من را بر خاک پاک آن برداشتیم. صدای خنده های کودکی من در کوچه هایش پیچید، در دامنه کوههایش دویدیم، از چشمه های زلالش نوشیدیم و زیر آسمان صافش رویاهای آینده را در دل می پروراندیم. هر سنگ این دیار برای من و تو سخنی دارد و هر گوشه آن دیار یادآور خاطره شیرین است. اینجا همان جایی است که پدران و نیاکان ما سالها با دستهای پینه بسته برای آن که به جایی برسیم تلاش کردند، با صداقت زندگی کردند و با عزت از این خاک پاسداری نمودند. و امروز نیز آرامگاه بسیاری از آن عزیزان و نیاکان ما، خصوصاً پدرم، پدر بزرگم و مادر و پدر همسرم در همین سرزمین است. آری، همین پیوند عشق انسان را به زادگاهش جاودانه می سازد.